یک کس نیست که سحر همه حاجی میرزا خیزه و مردم بگه که خیزه و از حق خود طلب کنین. یگان کس نمیخیزه. حاجی رو برده ترمه میکنن. این رژیم همه رو فراموش میکنن. برادر عزیز، نرمال است چیز. پیامبر به خاطر دعوتش چقدر اذیت و آزار دید. راه دعوت، راه تبلیغ راه آسان نیست. راه آسان نیست. دشوار است. اگر آسان میشد همه تبلیغگر و دعوتچی میشد. راه آسان نیست برادرها. یا درست بفهمین. درست است که شاید زندان میشی. درست است. درست است که شاید کشته میشی. درست است هجرت میکنی، میلیون ها کیلومتر دور میره، هزارها کیلومتر. نرمال است چیز. اگر این راه آسان میشد همه آلی تبلیغگر و دعوتگر بود. درست بفهمین این راه دشوار است، مشقت داره. و بعد برای چیزی را به دست آوردن باید از بحر چیزی بگذری. نمیشه موف بشینی و تو همه چی را به دست بیاری، آبرو هم عزت هم. نمیشه. عزت و آبرو زحمت میخواه، مهنت میخواه، دعوت میخواه، جانفدایی میخواه، قربانی میخواه. و خصوصا در رشته اینا باید این کار بکنن. وظیفه اولین درجه شونه است حق گفتن. اگر حق به اندازه همه که جانو در خطر است، اگر همین زبانو در همین گپ بگویی شمشیر کلت هم میگیره، باید گفته شود. با اون وقت میگن که عالم ربانی. اون وقت میتونه که منبرا برای یا باشه. در دیگر حالت یک عالمی که از حق گفتن میترسد، پس وای به حال ما.